سلام، امروز 23 مهر 1403 من بستری شدم و قراره که فردا عمل دیسک گردن انجام بدم. دیسک گردن من توی مهره یعنی بین مهره 4 و 5 گردنی من پاره شده. اصطلاحاً بهش میگن عمل ACDF یا Anterior Cervical دیسککتومی ویت فیوژن که با یک اپروچ انتریور از جلو باز میکنن این قسمت رو و دیسکی که پاره شده رو برش میدارن، ریمووش میکنن و یک وسیله به نام کیج که وسیله مصنوعی هستش ولی خب با بدن سازگاره قرار میدن بین این دوتا مهره‌ای که دیسک وسطش پاره شده اینجا قرار میدن و با یه حالت پلاکی اینها رو فیوز میکنن اصطلاحاً به هم دیگه و اون فیوژن پس از اینجا میاد. من خیلی پرسجو کردم، کلی نوروسرجر یا جراح مغز و اعصاب در واقع رفتم که به اتفاق همه گفتن که به خاطر این پارگی دیسک و فشاری که روی ریشه عصب هستش جایز نیست که شما دیگه با این وضعیت ادامه بدی و ناچارن باید به جراحی تن بدی. مخاطراتش خیلی چیز عجیب غریبی نیست، چیزی که خیلی شایعه عفونت محله در واقع زخمه که حالا امیدوارم که با توجه به اینکه جهت پیشگیری به من آنتی بیوتیک وریدی زدن که اینا هستش، سرم که از طریقش وصل کردن این شلنگ سرمه، امیدواریم که این اتفاق نیفته. بعد علائمی هم که داشتم درد انتشاری اصطلاحاً دردهای منتشری که سرشونه هام داشت بود که من تا 1 سال اصلا نمیدونستم که ممکنه گردنم باشه و فقط میرفتم ماساژ، هزینه های هنگفتی میدادم که این گره هایی که ایجاد میشد رو باز بکنم. 2 ماه قبل جراحی من بی‌دردیشون تزریق کرده بودم، الان دستم راحت میاد بالا وگرنه انقدر نمیومد بالا و درد داشتم. به بی‌حسی خیلی عجیب غریبی کار من نرسیده، فقط این قسمت اینجا هم یه مقداری بی‌حس میشه. حالا ریویو بعدش رو که ببینیم حالا به چه شکل شد جراحی، وضعیت به چه شکل شد رو بعداً میذارم. مرسی.